ارتباط دختر و پسر. سخنران استاد هورایی. گاهی اوقات به دختر پسری میگیم این ارتباط غلطه، حتی پاک به قول شما در حد گفتگو خیلی مؤدبانه و محترمانه میگن نه ما میخوایم ازدواج کنیم، میخوایم ببینیم صحبت کنیم گفتگو کنیم، اگر میبینیم که به درد هم میخوریم بعد خب ازدواج کنیم. ارتباط دختر و پسر در حد گفتگو خیلی ملایم و پاک و مؤدبانه، حتی به قصد ازدواج احتمالی در آینده، بسیار بسیار غلط است. وقتی بحث و احساسی میاد جلو، وقتی عواطف انسان، هیجانات انسان شعله‌ور میشه، دیگه نمیشه دید عقلی و عاقلانه داشت به قضیه، که هیچ شناختی حاصل نمیشه، چون رفتارها تصنعیه. تو این ارتباطات معمولا پسر میخواد مورد علاقه دختر بشه، دختر میخواد رفتارش مورد پسند پسر باشه. پس خیلی وقتا این رفتارها تصنعی الکیه، هرچی از خودش نشون میده، هرچی از خودش بروز میده. رفتم پیزا فروشی، این دختر میگه که اسوس، یهو میبینی پسر مثل موشک پرید پشت پیشخونه مغازه طرف و یه سس آورد، بیا اصلا. بعد دختر میگه آی همینی که من میخواستم. ببین اولا چقدر برام خرج میکنه پیزا مخصوص. بابا این رفتار تصنعیه. این پسر همون پسریه که باباش بهش میگه برو 2 تا نون بخر، میگه حالشو ندارم. این حالت ایثار و خدمتگزاری و محبت همه تصنعیه. معمولا در ارتباط خیلی ظاهر قشنگ، شیک‌پوش و معطر، مصرف ادکلن تو دوسیه قبل از ازدواج فوق تصور بالا میره. ما میگیم که خب شما میگید ما میخوایم با هم دیگه 1 ماه 2 ماه 3 ماه ارتباط برقرار کنیم که بعد ببینیم به درد هم میخوریم یا نه. اومدیم به درد هم نمیخوردید. خیلی وقتا جدایی احتمالی این رابطه یک لطمه عاطفی بسیار شدیده. اگر این ارتباط به ازدواج منجر نشه به هر دلیلی، ازدواج بعدی این دختر یا ازدواج بعدی این پسر با مقایسه توامه. یعنی این دختر این ارتباطش با این پسر به ازدواج منجر نشده، با این پسر دیگه ازدواج کرده، حالا هر رفتاری از اون سر میزنه با اولی مقایسه میکنه. این طبیعی و ناخودآگاه. بعد او که رفتارهای خیلی فوق‌العاده ازش سر میزد چون مسئولیتی نداشت، اگر خیلی ابراز محبت میکرد چون کیلویی دیگه، حالا که همچون میریزیم آقا عشق منی عمر منی نامه میدم، ولی او حالا مسئولیت زندگی داره، خرجش دخلش ابراز محبتش همه اینا قاعده داره، اصول داره. حتی یک تیپشو او موهاش خیلی جالب‌تر بود، این تیپش یه جور دیگه است. این ارتباط ها معمولا اثر سوی در فعالیت های تحصیلی و شغلی داره. این دختری که تا 2 دبیرستان اینقدر قشنگ درس میخونده، یهو 3 دبیرستان به خاطر این ارتباط ریخته به هم، نمرات فرق کرده. این پسر کارش، جدیت در کارش، پشتکارش، مصمم بودن به این که هر روز برم سر کارم، درس خوندنم، همینا. یکی از دوستان بنده، یکی از دوستان که بالاخره هم دوره‌ای بنده، اینطوری بگیم بهتر، ایشون الکترونیک قبول شد، 3 سال و نیم یا 3 سال درس خوند، 1 ترم یا 2 ترم مونده بود. به یکی از دخترای دانشکده و کلاسشون علاقه‌مند میشه. خلاصه یه رابطه اکی برقرار. بعد اینکه کمی رابطه رو گسترده میکنه، میره سراغ پدر دختره، میگه من دخترتو میخوام. بعد از اینکه رابطه رو ایجاد کرد، اونم به خاطر که سنگ انداخته باشه به هر دلیلی، گفته اگر یه خونه ویلایی به این قیمت آوردی جلو، من حرف میزنم باهات. این پسر حدود 6 سال درس خوند، 1 ترم آخر نتونست تموم کنه، آخرش هم لیسانسشو نگرفت. هی مشروط شد، هی مشروط شد، هی مشروط شد، در صورتی که اگر این ارتباط شکل نمیگرفت، اون 1 ترمش گذشته بود، لیسانسشو گرفت بود، کاراش ردیف شد، از خیلی فرق میکرد، خیلی قصه عوض میشد. دختر خانمای محترم، هر کی پسری اومد به شما، نه به خانواده شما، مستقیم به شما گفت من میخوام با شما ازدواج کنم، میای با هم یه مدت باشیم، یقین بدونید این مطلقاً به درد زندگی با شما نمیخوره. این اصلا تردید براش نکنید. چرا؟ چون نشون دهنده اینه که این اصلا عقیده درستی نداره.
یکی از شرط‌های اصلی اینه که دین و عقیده درستی داشته باشه. این همین که میخواد با دوستی با نامحرم ازدواجی رو تدارک ببینه، حاکی از عقیده غلطشه، ایمانیه که سسته، تقواییه که خبری ازش نیست. چجور میخواد به این اعتماد کنید؟ کسی که به ایمان درستی نداره نمیشه اعتماد کرد به این. یه اصلا معیارهای اصلی انتخاب همسر رو نداره. ما میگیم درسته که این ارتباط ایجاد شد، قرارم هست که پاک باشد به قصد ازدواج، ولی شیطان به این طمع داره. اول میگیم صحبت گفتگو، بعد از این یه 20 روزی آرام آرام یکم شوخی میکنند. نمیشه که همش بگیم نظر شما در مورد ازدواج چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم 4 تا. نه دیگه، وسطش شوخی هم میکنه، بعد دو شوخی میکنه، بعد یواش یواش دستش میخوره، پیش میاد دیگه. بعد میان سوار تاکسی بشن، معمولا هم عقب جا نیست. شیطان طمع داره. بعد میبینی این ارتباطی که قرار بود خیلی پاک ایجاد بشه، بعد مدتی دستشون تو دست همه. بعدش میگه آی دختر حواست کجاست؟ میگه حواسم هست. در همین اندازه است، جلوتر نمیره. آخه شیطان یه قدم دی، خطوات شیطان یکم میاد جلو. حالا یه ذره بیشتر. همه از هیچی شروع میشه. من هم شرمم میاد همیشه این قصه رو بگم، هم حیفم میاد نگم. دختری با پدر مادرش قهر کرده بود، یه اتاقی داشتن بالای خونهشون، بیاد تو اتاق خودش درم میبست. اصلا یکی از زمینه‌های وسوسه شیطان همین خلوت‌های بی خوده. جوون رو نذاری تنها بشه. پدر مادر محترم، جوون توی سن و سالی هی میخواد تنها باشه. میگی بیا بریم مهمونی، نه من نمیام. یه جوری طرحی تدبیری فلان، پس یه موقعی که با هم بریم، یه جایزه تشویقی، یه جوری با هم بریم، اگر نه اصلا نرید. جوون رو تنها نذاری تو خونه، چون شیطان بهش طمع داره. نه که جوون شما جوون بدی باشه، جوون شما که معلومه جوون خوبیه. میگه خلاصه من رفتم توی اتاق تنها واسه خودم، میاد غذا بالا میخوردم، بالا تنها میخوابیدم، همجورینا. یواش یه گوشی تلفن بردم تو اتاقم. بعد یواش زنگ میزدم. دختر بسیار خوبی، من خیلی نگرانم این وقتی بعضی فکر کنن این دختری اصلا ذاتش بد بوده. نه، گفت خلاصه یه تلفن میزدم، همین یه شماره الکی میگرفتم، فکر قطع کردم. ببین چه جوری شیطان میاد جلو. گفت 2 ماه به این شکل گذشت. یواش گوشی رو میگرفتن، یه ذره حرف زدن. اون موقعی که هنوز شماره هم نمیافتاد. گفت 2-3 ماهی هم اینجوری گذشت تا با یکی تلفنی یک کمی آشنا شدیم و یکم بیشترک حرف زدیم. و حرف میزد یواش شماره هم میگرفتیم، با هم صحبت میکردیم. 2-3 ماه تلفنی دوست هم بودیم، تا اینکه اون پسر گفت میخوام ببینم. گفت خودم بدم نمیومد بعد از این 2-3 ماهی که محبتی هم ایجاد شده بود، اگر اسمش بشه محبت گذاشت، که ببینیمش. این دختر وقتی اومد پیش من که این قصه رو از اول تعریف میکرد، برای چی اومده بود؟ گفت فورای کمک، چی شده؟ عذر میخوام از جمع، عذر میخوام. گفت فورای من باردارم، پدرم خبر نداره، مادرم هم خبر نداره. از این قدم اول مراقبش باش. همون اول. آی دختر خانم محترم، حالا دست از دانشگاه نمیکشی، بسیار خوب، همین اول با این پسر لزومی نداره، جزوه میخوای خب از این دختر بگیر، از هم جنست بگیر. تو شیطان میگه مال او یکم مرتب‌تر نوشته. تیمای آزمایشگاهی درست میکنن تو دانشگاه، اینا هستن. 5 نفر میگن که شما روی این موضوع تو آزمایشگاه تحقیق کنید، بررسی کنید. 3 تاشون دخترن، 2 تاشون پسر. پس چی؟ یکی دیگه اینه که زمینه نفوذ و وسوسه شیطان این ارتباط، حتی شمایی که میخواید پاک این ارتباط رو ادامه بدید. میگیم تازه اگر منجر به ازدواج هم بشود، گیریم که 6 ماه با هم رفیق بودید و بعدم ازدواج. یک گیر کار اینه که شکوه این ازدواج و عروسی کمه. یعنی اینقدر دیگه تو سر هم زدن، گاهی اینقدر با هم دیگه دل قلبه دادن به هم، و وقتی کسی با 1 نفر با 2 نفر دوست شد و بعد تشخیص داد که نه به درد من نمیخوره، نفر بعد به درد من نمیخوره، با 3 نفر که 2 ماه رفیق شدی دیگه سرمایه محبتت کم شده. یعنی خیلی واقعا وقتی وارد زندگی میشن برشکسته عاطفی ان.
از لحاظ عاطفی ورشکستن، انقدر محبت ها و عشق منی و آبلاگی هاشون رو ریختن تو هنرستان، دیگه چیزی نمونده برای زندگیشون. و از همه مهمتر این ارتباط غلط، خدا منع کرده، زمینه وسوسه شیطانه. کاری که با معصیت شروع بشه میشه عاقبت و فرجام نیکی براش متصور شد. این که میگفتیم خدا وقتی کسی رو دوست داشته باشه یقینش رو محکم میکنه، برای همینه دیگه که یعنی یقین کنم بل عاقبت للمتقین. هر کی بخواد با گناه به یک هدف برسه بیشتر در جهت نابودیش عمل کرده. تو برای چی میخوای با این پسر دوست بشی؟ میخوای که این انتخاب دقیق تر باشه، ازدواج عاشقانه تر و شناخت قوی تر باشه، چون روشی بوده که خدا نمیپسندیده، اوضاع معکوس میشه. امید ناامیدتر. از چی میترسیدی؟ نکنه دوستم نداشته باشه، نکنه شناختم کامل نباشه. راه دور نرید، شما برید این دادگاه کوسنگی ازدواج هایی رو گزینش کنید که با میمیرم برات شروع شده. ازدواج هایی که گاهی مادره راضی نبوده، گاهی اون پدره راضی نبوده، بعد با آژان کشی و اینا رفتن با هم ازدواج کردن، عقد کردن. ببین فرجاماش چجوری بوده. اصلا یکی از دلایلی که باعث میشه سعادت برای این ازدواج های احتمالی متصور نباشیم همینه که معمولا با رنجش و عدم رضایت والدینه. پدر او، مادر ایه و کی وسط گاهی ناراضی هست. ما میگیم باید ارتباط جوری طراحی بشه و تدارک دیده بشه که دعای خیر اونا پشت ما باشه، نه که از اول ازدواجی صورت گرفته که این مادر قلبا ناراضیه. ای موسی، با زنی که حلال و محرم تو نیست، ابلیس به موسی میگه خلوت مکن، زیرا هیچ مردی با زن نامحرمی، نگی نه من حواسم هست، هیچ مردی با زن نامحرم تنها نشد جز این که من شخصا با او باشم. این شوخی ها، این ارتباط ها، این کنترل نکردن ها، این قاطی پاتی بودن ها خیلی سلب توفیق میکنه. انشالله بعد از این مراقب باشیم، حواسمون جمع باشه، خدا هم کمکمون کنه. خدا به فضل خودت به همه ما کمک کن اونجور که تو میپسندی زندگی کنیم.